خب پسرای خوبم، نوار کاغذی که دستتونه طبق سوال 5 صفحه 48 بیاین اول با تا کردن اونو به 2 قسمت مساوی تقسیمش کنید. همه انجام بدین من ببینم. 2 قسمت. آفرین. احسن. ببینم درسته. نه باید 2 تا قسمت کاملا شبیه به هم باشه. 2 تا قسمت به من نشون بدید. نشون بدی به من. آفرین. درسته. خب ببینم. نه این قسمتش چرا بیرون زده است؟ نباید بیرون باشه، باید دقیقا رو هم قرار بگیره. آفرین. 2 قسمت مساوی. اصلا نشون بدیم به من. آفرین. درسته. خب همتون درست انجام دادید. حالا یه بار دیگه بازش کنید. این بار بیاین با تا کردن 3 قسمت مساویش کنید. انجام بدن. خودت تنظیم کن. یه جوری تنظیمش کن که 3